رمضان رمضان رمضان. گریه بکنیم به حال خودمون. رمضان میره، رمضان آنچنان که آمد بعد از 11 ماه 1 ماه هست، این هم میره. اما ما چی داشتیم برای خودمون؟ چی جمع کردیم برای خودمون؟ به خودمون بیاییم عزیزان. ایامی که گذشته چه برنامه ریزی داشتیم برای خودمون؟ تنها تغییر دادیم وقت خوراک خودمونو. قبلا روز میخوردیم الان شب میخوریم، فقط همین؟ یا نه، در فکر این بودیم که الله رو عبادت میکنیم با داشتن روزه تقرب الی الله نصیبمون بشه. روزه عبادتی هست که الله متعال کل عمل ابن آدم له الا الصیام، الله متعال خودش اعلام داشتن که همه عبادات بنی آدم از قبیل نماز، زکات، حج، صدقه، ذکر، تلاوت، همه عبادات له برای خودش هستن. والحسنة بعشر امثالها الى 700 ضعف. نیکی 10 برابر هست، 700 برابر هست، الا الصوم او الصيام فانه لي وانا اجزي به. الله متعال میفرماد که روزه برای من هست. در هیچ دینی از ادیان گذشته روزه برای تقرب هیچ کسی انجام نگرفته. فانه لی وانا اجزي به تفسیری که علما دارن، شرحی که علماء شرح حدیث دارن این هست: طواف برای غیر الله انجام گرفته، طواف بر قبر، طواف بر ذریح، طواف برای بت، سجده برای غیر الله انجام گرفته، نذر برای غیر الله انجام گرفته و میگیره. اما روزه چی؟ روزه برای هیچ احدی انجام نگرفته و نمیگیره. سری هست ما بین تو و ما بین پروردگارت. چگونه این روزه رو گرفتیم؟ اینو آیا فکر کردیم یا نه؟ هنوز پریشانیم که چرا رمضان آمد، خواب ما کم شد، خوراک ما کم شد. در حال عزیزان فرصت بسیار و ارزی هست، غنیمت بدانیم.